در مجمع ورزشی سوخت آرنا شهر خوجند جلسه کاری مربیان سابقه‌داران ورزش و ورزشکاران مکتب مهارت عالی ورزشی ولایت با اشتراک رهبریت ریاست کار با جوانان و ورزش ولایت سوخت برگزار شد. در جلسه مسائل ثمرناک استفاده بردن تالارهای ورزشی، جلب متخصصان پرتجربه به کار، آماده نمودن ورزشکاران کسبی و به مسابقه‌های بانفوذ سفربر نمودن آنها مورد بررسی قرار گرفتند. گفته شد که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بر رشد و عمومیت ورزش توجه مخصوص ظاهر می‌نمایند. در شهر خوجند بنیاد و به استفاده دادن مجمع ورزشی سوخت آرنا با میدان فوتبال نتیجه همین توجه و غمخوری‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان نسبت ساحه ورزش میباشد. مجمع ورزشی دارای 11 تالار از جمله یک تالار کلان با دارایی 1000 جای نشست میباشد. من بعد امکانیت پیدا شد که نورسان و جوانان از روی 14 نمود ورزش تمرین نمایند. این اولین مجمع ورزشی در حدود ولایت سوخت محسوب می‌یابد که دارای امکانیت‌های وسیع برای مشغول شدن به نمودهای گوناگون ورزش میباشد و اکنون برای گذراندن مسابقه‌های ولایتی جمهوری و بین المللی مطابق به طلبات امکانیت پیدا شد. از نام کل ورزشکاران ولایت سوخت مناداری خدا به پیشوای معظم ملت میرسانم که برای ورزشکاران ولایت سوخت عموما برای رشد ورزش در جمهوری این یک بسیار یک مجمع زیبای سوخت آرنا را ساختن و استفاده دادند. در این کار خیر سهم ارزنده رئیس محترم ولایت سوخت احمدزاده نیز خیلی خوب است. در اینجا ما ورزشکاران وظیفه دار میکند که از این پس باز هم بیشتر و بیشتر شاگردان را تیار کنیم. در این مجمع برای زیاد از 10 نمود ورزش تالارهای مخصوص وجود دارد. پس از این فکر میکنم که من نتیجه خوب به دست میبیاریم. در اینجا باز امکانیت برگزار نمودن خیلی مسابقه های سطحی جمهوری و بین خلقی وجود دارد. تالار برگزار مسابقه ها بسیار برای گذراندن مشق‌های سطحی گوناگون، مسابقه‌های سطحی گوناگون خیلی موافق است. در مجمع ورزشی سوخت آرنا 50 جای نوی کاری تأسیس یافته است. من بعد دسته‌های منتخب ولایت سوخت در همین گونه شرایط معاصر برای اشتراک در مسابقه‌های جمهوری و بین المللی مهارت کسبی ورزشی خود را تکمیل می‌دهند و این برای افزونشوی دستاوردها مساعدت می‌نماید. انشاءات محتشم ورزشی در دایره سیاست سازنده حکومت کشور از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت ساخته شده است. ورزشگاه مجمع 3000 جای نشست داشته، همچون بازی مادی و تکنیکی دسته فوتبال خوجند شهر خوجند استفاده می‌گردد. در ادامه چاره‌بینی یک قطار سابقه‌داران ساحه ورزش از جمله سابقه‌داران مکتب مهارت عالی ورزشی ولایت با تحفه‌های خاطروی قدردانی کرده شدند. سابقه‌داران ساحه ضمن بازدید و شناسایی با این مجمع ورزشی به صفت آن بهای بلند داده منتداری خود را بر رهبریت عالی کشور بیان نمودند و با باور تاکید نمودند که دستپروران این مجمع ورزشی من بعد پرچم کشور عزیزمان را در عرصه جهانی بالا می‌بردارند.